حمله مرگبار بر عبادتگاه اهل هنود و سک‌ها در کابل. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیز، به یک از ویدیوهای رسولی میده خوش آمده. عبادتگاه اهل هنود در منطقه شوربازار از مربوطات ناحیه اول شهر کابل صبح امروز هدف حمله مهاجمان انتحاری قرار گرفت. وزارت امور داخله تایید کرده است که در این حمله هنگام اجرای یک مراسم مذهبی هندوها صورت گرفته است و گفته شده است که حدوداً 200 هندو در این عبادتگاه مشغول عبادت بودند. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله میگوید در این رویداد حمله بالای عبادتگاه شهروندان سک در ناحیه اول شهر کابل حدود 25 تن جان باخته و 8 تن دیگر نیز زخمی شده است و از سوی دیگر واکنش‌های ملی و جهانی را در پی داشته است. سفارت آمریکا در کابل با نکوهش این حمله عاملان آن را افراد متعصب و جنایتکار خوانده و تاکید کرده است که صلح تنها زمانی به دست خواهد آمد که مردم اختلافات خود را از طریق کلمات حل کنند، نه اسلحه. سفارت بریتانیا نیز با محکوم کردن این حمله تاکید کرده است که اقلیت‌های مذهبی نباید هرگز هدف قرار گیرند. سازمان عفو بین‌الملل حمله بر اقلیت سک و اهل هنود را ناامید کننده و شوکه کننده خواند. این سازمان در اعلامیه گفته است که مقام‌ها وظیفه دارند از اقلیت‌ها و مکان‌های عبادتشان در افغانستان محافظت کنند. این سازمان تاکید کرده است که عاملان مشکوک این رویداد باید از طریق محاکمات عادلانه و بدون مراجعه به مجازات اعدام پاسخگو باشند. وزارت خارجه هند نیز این حمله را ناجوانمردانه خوانده و اعلام آمادگی کرده است که آن کشور آماده است تا تمام کمک‌های ممکن را به خانواده‌های آسیب دیده جامعه هند و سک افغانستان ارائه دهد. وزارت خارجه پاکستان با نشر اعلامیه نیز گفته است که این حملات نفرت انگیز هیچ توجیه سیاسی، مذهبی یا اخلاقی ندارد. همه مکان‌های عبادت مقدس است و حرمت آنها باید در همه زمان رعایت شود. همچنین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با محکوم کردن حمله افراد مسلح بر یک عبادتگاه هندوها در شهر کابل از ادامه حملات سیستماتیک و هدفمند بر اقلیت‌های مذهبی در آن کشور به شدت نگرانی کرده است. این کمیسیون با استناد بر قوانین ملی و بین‌المللی در حمایت و محافظت از اقلیت‌های مذهبی از دولت افغانستان خواسته است که برای تامین امنیت و حقوق این گروه‌های آسیب‌پذیر اقدام‌های جدی روی دست گیرد. تشکر و سپاس از شما همراهان عزیز. تا ویدیوی بعد، الله یار نگهدارتان.